به نام خدا چطور میشه یک پاورپوینت در کمتر از 3-4 دقیقه درست کرد؟ به سایت گاما میرید. اگر اکانت ندارید اونجا ثبت نام میکنید، لاگین میزنیم و وارد. خب اینجا میگه میخواید متن به من بدید من براتون درست کنم. میتونید متن ندید، کلید واژه بدید من براتون درست کنم و میتونید فایل به من بدید، من از روی فایل ورد مثلا براتون درست بکنم. من مثلا بهش میگم من میخوام یه کلید واژه به تو بدم، اینو برام بیار. خب کلید واژه من چیه؟ مثلا مینویسم در مورد آلودگی هوای تهران برای من یک پاور درست کن. زبانش هم از اینجا فارسی میکنم این زبونو. خب همه چیز رو انجام دادم. مثلا بهش میگم شما 10 تا برای من اسلاید درست بکنید. میزنم ببینم چه کار میکنه برای من. خب 10 تا اسلاید محتواش آماده شد. حالا ما چه کار میکنیم؟ ما میایم شکلش رو درست میکنیم. مثلا حالا ما یکی از این شکل‌های معمولی رو براش انتخاب میکنیم و جنریت رو میزنیم که در حال تولید پاورپوینت برای ما هست. خب به همین سادگی پاور شما آماده شد و شما میتونید ببینید که اینجا چه داستانی برای شما اتفاق افتاده. خب اسلاید اول، اسلاید دوم، اسلاید سوم، اسلاید چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم و میتونید اون رو هم دانلود کنید، اکسپورت. خب چی میخواید؟ پی دی اف میخواید؟ ما میگیم فایل پاور میخوایم دانلود بشه برامون. خب فایل پاور رو هم شروع میکنه به دانلود کردن و تحویل شما میده. اینجا فایل پاور ما هست. حالا دوبار دانلود شد. من میزنم روی اون و با نرم افزار پاورپوینت این فایل باز میشه و شما میتونید تغییرات فونتی و اینها روش انجام بدید. خدا نگهدار.